سلام، به سفینه خوش اومدید. ما جاتون خالی اومدیم مسافرت. اما نسبت بین مسافرت و هوشمندسازی چیه؟ چند تا نکته به نظرم رسید که براتون توضیح بدم که ممکنه خیلی مفید باشه. شما خونتون رو تنها میذارید و به سفر میایید و همواره این دغدغه تو ذهن شما هست که الان وضعیت امنیت خونه شما به چه شکل هست. از ساده ترین تجهیزات هوشمند مثل سرپیچ هوشمند با یه مبلغ حدود 1,000,000 تومان که میتونه حضور شما رو توی خونتون شبیه سازی بکنه بگیرید، تا دوربین های هوشمند که باش میتونید منزل رو ببینید، تا دربازکن هوشمند که میتونید ترددها رو کنترل بکنید و از هر ترددی خونتون مطلع بشید. چیزهایی هست که توی خونه هوشمند به شما کمک میکنه. اما حالا وقت برگشت شده و شما میخواید برگردید به منزلتون. حالا فصل یا فصل سرماست یا فصل گرماست و دلتون میخواد وقتی میرسید به منزل محیط دمای مطلوب شما رو داشته باشه. اگه از ترموستات های هوشمند استفاده بکنید، چه روی داکت اسپلیتتون چه روی گرمایش از کفتون، با برنامه ریزی قبل از حضورتون شرایط مفید و مناسب مد نظر شما براتون مهیا میشه و شما در یک شرایط مناسب به خونتون ورود میکنید. با ما همراه باشید.